سلام دوستان، وقت شما بخیر باشه. با ادامه آموزش افزایش سرعت سایت وردپرس با افزونه VP راکت یا همون موشک وردپرس در خدمت شما هستیم از رسانه آموزشی اسکولگرام. در این جلسه قصد داریم بریم به سراغ بینی‌سازی فایل‌های CSS و جاوا اسکریپت سایتمون. همونطور که میدونید سایت ما قالبش از یه سری کدهای HTML، CSS و جاوا اسکریپت تشکیل شده. قالب سایت شما هم همینطور میتونه باشه. ما تو این بخش قصد داریم که اون فایل های CSS و جاوا اسکریپت رو کمی فشرده سازی بکنیم تا بهینه تر باشن و از سرعت سایت کم نکنن و بتونیم که سایتمون رو سریع تر بکنیم. اما به یک سری نکات باید توجه کنیم، چون که قالب ما ممکنه که با این فشرده سازی ها سازگاری نداشته باشه. میایم اینجا تو بخش بهینه سازی فایل در تنظیمات موشک وردپرسمون. گزینه اولی که ما داریم اینجا مربوط میشه به فشرده سازی فایل های CSS. یه سری از کامنت ها و فضاهای خالی رو حذف میکنه داخل کدهای CSS مون. این تیکه این گزینه رو من فعال میخوام بکنم. وقتی روش میزنم که فعال بشه یه سوالی از ما میپرسه، میگه مطمئنیم که میخوایم این کار رو بکنیم، چون ممکنه بعضی چیزها رو خراب بکنه داخل سایت ما. میگم باید امتحان بکنید، باید امتحان کنید ببینید که آیا با سایت شما با قالب شما همخوانی داره یا خیر. میام فعلا میگم که فشرده سازی فایل CSS رو انجام بده و حالا گزینه بعدی که اینجا برام فعال میشه ادغام فایل های CSS هستش که به ما میگه حالا که شما اومدین فشرده سازی کردین این فایل های CSS رو، بیاین همه فایل های CSS رو تبدیل به یک فایل بکنید، در یک فایل قرار بدین. که میگم این ممکنه بیشتر سایت رو خراب کنه اگه سازگاری نداشته باشه تا این یکی. معمولا سایت ها با این بخش مشکلی نشون نمیدن، ولی با اینها ممکنه که مشکل زیادی برای ظاهرشون پیش بیاد. حالا فعلا این بخش رو امتحان نمی کنیم، میریم همینطوری پله پله. میام اینجا در ادامه به بخش جاوا اسکریپت. فشرده سازی فایل های جاوا اسکریپت هم واسه ما هست. همونطور که CSS رو فشرده کردیم جاوا اسکریپت رو هم میتونیم فشرده بکنیم. یه سری از کامنت ها و فضای خالی رو گفتم کم میکنه از لابلای کد های جاوا اسکریپت. تیکش رو بخوای فعال بکنید ازتون دوباره همون سوالی که تو بخش CSS پرسید میپرسه. روی فعال سازی فشرده سازی جاوا اسکریپت هم کلیک میکنه. فعلا این دوتا برام فعال شدن. روی ذخیره تغییرات میزنم تا این تغییرات ذخیره بشه، ببینیم سایتمون باش، قالب سایتمون باش سازگار هست یا نه. خب تغییرات هم برای ما ذخیره شد. میریم اینجا به صفحه اصلی سایتم. قبل از اینکه ریلودش بخوام بکنم میام اینجا تو این منوی بالایی که وقتی وارد وردپرستون شدین براتون ظاهر میشه، میرم به بخش روی VP راکت و اینجا پاک کردن کش رو میزنم، یعنی کش رو پاک کنه و جدید این سفر رو بارگذاری بکنه تا بتونیم ببینیم آیا سازگاری داره یا نه. شروع میکنه به پاک کردن کش این صفحه. باید منتظر بمونیم این عملیات رو انجام بده، بعد ببینیم که آیا این فشرده سازی ها با قالبمون سازگاری داره یا نه. خب کش رو برای من پاک کرد. الان ببینم که خراب شده یا نه. خب فعلا چیزی من مشکلی نمیبینم. مثلا این بخش که با جاوا اسکریپت نوشته شده رو یه امتحانی بکنم، آموزش مثلا سرچ بکنم. خب این هم مشکلی نداره. این هم چک کنیم، مشکلی نداره، مشکلی ایجاد نکرد این فشرده سازی اولیه. اما در مورد این مورد دوم حتما شما باید امتحان بکنید. خیلی باید محتاطانه در این بخش پیش برین، چون ممکنه به ظاهر سایت شما آسیب بزنه.
میزنم روی ادغام فایل های CSS، یعنی همه فایل های CSS رو به یک فایل تبدیل کنه و اینجا این سوال رو دوباره از من میپرسه که آیا مطمئنید برای این کار. روی فعال سازی میزنم، بعد این طرف هم میام ادغام فایل های جاوا اسکریپت رو هم تیکش رو میزنم، یعنی فایل های جاوا اسکریپت رو هم یک فایل کنه. فعال سازیش رو میزنم و روی ذخیره تغییرات کلیک میکنم. خب یک بار دیگه میام کش رو پاک میکنم، چون تغییرات باید انجام بشه دیگه. گفته بودم تنظیم کردیم که کش رو هر 10 ساعت پاک بکنه، پس اینجا چون هنوز 10 ساعت نگذشته من میام به صورت خودکار کش رو پاک میکنم. خب فعلا مشکلی نمیبینم. شاید برای شما این مشکل پیش بیاد، مثلا قالبتون یه مشکلاتی داخلش پیش بیاد، تغییرات ظاهری داشته باشه، ظاهرش خراب شده باشه. باید بیاین و ببینین که با کدوم یکیشه دیگه، یا مثلا یه بار جاوا اسکریپتش رو فعال کنین، ادغامش رو، بعد ببینید باز هم کش رو پاک کنید ببینید آیا هنوز هم مشکل داره یا نه. یه بار هم مثلا اگه باز هم مشکل داد CSS رو غیر فعال بکنید، همینطوری امتحانش بکنید ببینید کدوم حالت با قالب سایت شما سازگاری داره. این بخش هم چون جاوا اسکریپت بود گفتم این رو یه امتحانی بکنم. خب در قالب سایت من تأثیری نداشت و به خوبی باهاش مچ شد. حالا باز شما باید امتحان کنید ببینید که آیا با قالبتون همخوانی داره یا همچین کاری یا نه. این بود از بخش بهینه‌سازی کدهای CSS و جاوا اسکریپتمون. در بخش بعدی میریم به سراغ ادامه کار، رسانه ها و باقی بخش ها. اونها رو هم با هم یاد بگیریم و کم کم بریم برای پایان این دوره. مرسی که همراه ما بودین با این جلسه آموزشی. با ادامه آموزش ها همراه ما باشین. تا جلسه بعد خدا یار و نگهدارتون باشه.